عیسی دهونه کرد و در و لوی دریا نشست. اما چنو جماعت زیادی اون احاطه کردن که سوار قایقی بی و دو نشست. ده حالی که مردم گردشو ده ساحل ایسا بیین. بعد عیسی چیا زیادی و مثل سیشو گفت. او گفت یه روز یه برزگر رد تا بذر بپاشه. وقتی بذر میپاشی بعضی ده بذریا ده مین ره افتا و پرنده‌یا اومان و نون هردن. خرید بذریا ده زمین سنگلاخ افتا که خاک زیادی ناشت. و یک زمین عمق ناشت بذریا زی سوز کردن. اما وقتی افتو دروما سختن و یک ریشه ناشتن هشک بیین. خرید مین خاریا افتان و خاریا رشد کردن و نون خفه کرد. اما باقی بذریا و مین زمین خو افتا و بار آورد. بعضی 100 برابر، بعضی 60 برابر، بعضی 30 برابر. هر که گوش شنوا داره بشنوه. اوسه شاگردیا و ته عیسی اومان پرسین سی چه وای مردم و مسئلیا قسمی کی؟ عیسی و شجوع ده یا به شما دیا بیا که رازیا پادشاهی آسمون بفهمید اما و ونو دیا نویه. سیه که و وک داره بیشتر دیا موه تا زیاد داشتوه و ده وک ناره حتی هیو چی هم که داره گرته موه. سیه و نووا مسئله قسم کم. سیه که سیل میکن اما نمینن. میشنون اما گوش نمیرن و نمیفهمن هم. به راستی نبوت اشعیای نبی دباره و نو حقیقت پیامی که موه و راستی و گوش خودو میشنوید اما هیچ وقت نمیفهمید. و راستی با چش خودو مینید اما هیچ وقت درک نمیکید. سیه که دل ای قوم سخت بیه، گوشیاشو سنگی بیه و چشیا خوشون بستنه تا موادا چشیاشو بینن و با گوشیاشو بشنون و دلیا خوشو بفهمن و به جانب ما ورگردن و ما شفاشو بیم. اما خوش به حال چشیا شما که مینو، گوشیا شما که میشنوه. حقیقت به شما مم تعداد زیادی ده انبیا و آیمیا صالح تمارزو یبین او چی که شما مینید بینن و نیین و او چی که شما میشنوید بشنوین و نشنفتن. پس شما معنی مثل برزگرن بشنوید. وقتی کسی کلوم پادشاهی آسمون میشنوه اما ون نمیفهمه او شریر میایه و او چی که ده دل و کاشته بیه موزه یه و بذریه که ده ره افتا. و اما بذری که ده زمین سنگلاخ افتا کسیه که کلوم نمیشنوه و زی و شادی قبول میکرد. اما سیه که ده خوش ریشه ناره تنیا زمان کمی دوام میاره. وقتی سی خاطر کلوم آزار و اذیت وش میرسه جلد ایمان شده دست میه. بذری که دمین خاریا افتا کسیه که کلوم نمیشنوه اما نگرونیای ای دنیا
فریب مال و ثروت او کلوم ده او شخص خفه میکه و میوش و هرگز به ثمر نمی رسه. اما بذری که ده زمین خو کاشته بی، کسی که کلوم نمیشنوه و نمیفهمه و بار مینشینه 100 یا 60 و یا 30 برابر بار میاره.